الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد از حمد خداوند و درود به پایان بر روح روان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کنیم که در این روز جمعه مبارک الله ذوالجلال گذشتگان ما و شما را زیر رحمتش قرار بدهد و آن هدایتی که الله بزرگ برای یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم نصیب فرموده اند برای هر یکی ما و شما نصیب فرماید و راه اصحاب و راه کسانی که در این دینی مبارک اسلام خدمت کردند برای ما تا روز مردن نصیب فرماید. این هفته انشاءالله اطراف یکی از احادیث صحبت میکنیم که چند خصلت از خصلت‌های اسلام، خصلت‌های نیکی که اسلام عزیز برای ما و شما تعلیم داده اند بیان میکنیم و میفهمانیم تا که جوانان ما و شما فرزندان ملت پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم با عمل کردن بر این گفته های پیامبر راه پیامبر را در بیابند و خود را بر این اخلاق حمیده محمدی زینت بدهند و راه خدا و پیامبر را راست بروند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه یک حدیث روایت میکنند که این حدیث قدسی هست. حضرت میگویند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند که الله ذوالجلال فرمود ان الله عز وجل یقول یوم القیامه ای امتان پیامبر، ای پیروان قرآن، ای آن کسایی که دعوا دارید که ما از رسول الله پیرویم، پروردگار شما روز قیامت در ملأ الاعلا در محشرگاه از همه ما و شما مسلمانان میپرسیده است یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، ای بنده‌ام من در دنیا بیمار شدم چرا بر عیادت من نآمدی؟ بندگان یک حیران زده در محشرگاه قیامت از الله ذوالجلال سوال میکردستند که یا رب کیف اعودک و انت رب العالمین، یا الله ما چی طور تو را خبر بگیریم تو چی طور مریض شدی حال آن که تو پروردگار عالمیان هستی؟ الله ذوالجلال برای همین بندگان می گفته است که اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده، تو نمی دانستی که یکی از بندگان من، یکی از دوستان من، یکی از مسلمان ها در پیش چشمت بیمار شد، ناتوان شد، از پا ماند، به بیمارخانه زد، هیچ کسی نداشت که او را نگاه و بین نماید، هیچ کسی نداشت که در آن روز سختی آن بنده‌ام را دلبرداری نماید. تو این را نمیدانستی؟
اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده. خدا می گفته است که اگر در همون دنیا هنگام بیماری همان بنده ام که تو را با چشما دیدی و با گوشهایت شنیدی که فلانی بیمار است، حالان که بر عیادت او نرفتی، اگر اون را عیادت میکردی، در بیمارخانه حال او را میپرسیدی، حتما من را اونجا میافتی. مقصد از این حدیث قدسی این است که اگر در دنیا بر این خصلتی نیکی اسلامی اگر عمل میکردی و آن بنده ام را دلبرداری میکردی و عیادت میکردی، اجر و پاداشتی که من برای انسانی کسلی خبرگیر معین کرده ام حتما نائل می شدی، من حتما پاداشتی تو را می دادم. حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، صحابی پیامبر، داماد او، یک روایت در همین باب خبر گرفتن کسلی دارند که حضرت میگوید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلى علیه 70,000 ملک حتی یمسی. هر مسلمانی که در صبحگاهان، در وقتی بیکاری خود یا اینکه از وقتی قیمت خود یک لحظه از صبح خود را جدا می کند و بر عیادت یک بیمار می رود، تا بگاهی 70,000 از ملائک الهی در حق همین بنده کسلی خبرگیر، عیادتگر، دعای نیک میکرده بودند. حضرت گفتند اگر همین انسانی که بر عیادت یک بیمار می رود اگر بگاه رود چی؟ همین 70,000 ملک تا به صبح در حق همین انسان دعا میکنند و خداوند جل شأنه از میوه های جنت برای همین انسانی که این خصلتی نیکی اسلامی و انسانی را در بر کرد و عمل کرد برای او آماده می کرده است. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه یک روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارند که رسول الله می فرمایند اطعموا الجائع و عودوا المریض و فک العانی. ای بندگان خداوند، یک انسان گرسنه که پیش تو آمد یا دانستی که همین انسان گرسنه هست، آنقدر قوت ندارد که فرزندان خود را بخوراند یا طاعت پروردگاری عالمیان نماید، پس از اون طعامی که الله برای تو داده است برای این گرسنه بده، هدیه نما. و هنگامی که یکی از بندگان خدا، یک مسلمان بیمار شد، بر عیادت آن برو و اسیر را دیدی، غلام را دیدی که نمیتواند خود را آزاد کرده مگر بر مال تو، بر شفاعت تو، بر کمک تو، این خصلت زیبای انسانی را فراموش نکن، او را آزاد نما. حضرت
سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه هنگامی که در مکه بیمار شدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر عیادت حضرت رفتند که میگریست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که ما یبکیک، ای سعد برای چی میگیری؟ حضرت گفتند لقد خشیت ان اموت بالارض التي هاجرت منها. یا رسول الله میترسم که من از همین مکه به سوی مدینه هجرت نمودم و امروز که بر مکه بازگشتم میترسم که شاید پروردگار عالمیان جان من را در همین مکه بگیرد و از فضل هجرت در راه خداوند به نصیب بگردم. ببینید خصلت زیبای پیامبر را که بر عیادت این یار جان سپارش رفت، لیکن در حق همین صحابی بزرگ دعای کردند، گفتند که اللهم اشفی سعدا، اللهم اشفی سعدا، اللهم اشفی سعدا. بارا الها شفا بده سعد را، بارا الها شفا بده سعد را، بارا الها شفا بده سعد را. این خصلت زیبای اسلام است که بسیاری از جوانانی مسلمان هنگامی زیارتی یا عیادت یک بیمار در حق اون بیمار دعا نمی کنند. دومین خصلتی که خدای بزرگ برای ما تعلیم داده است این است که می فرماید یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، من از تو طلب کردم که گرسنه هستم، احتیاج بر طعام دارم، لیکن از آن رزقی که تو من برای تو دادم از آن رزق مرا ندادی. باز بندگان در اون محشرگاه روز قیامت میپرسیده بودستند که و کیف اطعمک و انت رب العالمین، بارا الها ما چی طور تو را طعام بدهیم که تمام طعامهای دنیا مال توست، تو مالک الملک هستی، چطور تو گرسنه میمانی؟ الله ذوالجلال میگفته است که اما علمت انه استطعمک عبدی فلان فلم تطعمه، یکی از بندگانم گرسنه بود پیش تو آمد، یک طبق طعام طلب کرد یا یک تیکه نان از تو طلب کرد، لیکن متاسفانه برای همان بنده‌ام ندادی. اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلك عندی، اگر در دنیا از همان طعامی که خدا برای تو داد برای همین گرسنه اگر میدادی، حتما اجر و پاداشت او را امروز در همین محشرگاه روز قیامت حتما خواهی یافت، لیکن متاسفانه نکردی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یک روایت دارند که حضرت میگویند یک روز یک مرد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند یا رسول الله ای الناس احب الی الله و ای الاعمال احب الی الله، ای پیامبر کدام از طایفه مردم محبوب درگاه خدا هستند و کدام از عملها را خدا بسیار دوست می دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که احب الناس الی الله انفعهم للناس، از همه بسیار مردمی که خدا اونها را دوست می دارد انسانهایی هستند که نفع اونها
برای امت مسلمان میرسد. انسانهای ضرر آور، ظالم، جنایتکار، دزد، راهزن نیستند، بلکه انسانهایی هستند که از دست اونها منفعت برای ملت، برای اسلام و مسلمان ها می آید. و حضرت فرمودند که و احب الاعمال الی الله عز وجل سرور تدخله علی مسلم، و یکی از بهترین عملی که خدا او را دوست می دارد این است که در دل یک مسلمان یک خرسندی می دراری. سبحان الله، بعضی از انسان‌هایی هستند در این شب و روز که بسیار خصلت بدی دارند. هر سخنی بد یا سخنی که ضیق کننده هست دائم برای مردم میرسانند، یا اینکه سخنی میگویند که مردم مسلمان برادران خود را ناراحت میسازند، که بسیار یک خصلت بدی هست برای مسلمان. اما بهترین خصلت مسلمانی این است که در دل یک مسلمان با یک خبری نیک، خبری خوش، خبری که خرسند میکند اون انسان را، خرسندی را در دل همان مسلمان میدرارد. او تکشف عنه کربتا، یا یک مشکلی یک مسلمان دارد و همان مشکلی همان مسلمان برآورده میکنی، یقین بدان که همین عملی بزرگی تو، همین خصلت نیکی تو مورد پسند خدا و دوست داری الله ذوالجلال هست. او تقضی عنه دینا او تطرد عنه جوعا. پیامبر گفتن که یا اینکه یک انسانی که قرضدار هست، قرض خود را دادن نمیتواند، در دادن قرضش او را کمک می پروردگار متعال این خصلت زیبای تو را بسیار دوست می دارد. یا اینکه یک گرسنه هست، از آن مالی که پروردگار عالمیان برایت داد، از او برای همین انسان گرسنه یک طعام میدهی، نان میدهی، تا که او فرزندانش گرسنه نمیمانند. الله ذوالجلال همین نمود خصلت زیبای اسلامی و انسانی را بسیار دوست می‌دارد. و سومین خصلتی که خدای بزرگ در این حدیث مبارکشان، در این سخن مبارکشان ذکر کرده اند، می‌فرمایند که یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقینی، ای بنده‌ام در دنیا تشنه بودم، برای من آب ندادی. فقال یا رب کیف اسقیک و انت رب العالمین. بارا الها، من چی تو را آب بدهم که تمام آبهای این دنیا مالکی آنها تو هستی، همه چشمه ها، بحرها، دریاها از آن توست. پروردگار عالمیان برای همین بندگان در محشرگاه می گفته است که استسقاک عبدی فلان فلم تسقیه. یک بنده‌ام در دنیا تشنه شد، یک کاسه آبی از تو طلب کرد، لیکن آن را آب ندادی. لو سقیته وجدت ذلك عندی، رواه مسلم. اگر در دنیا همان بنده بیچاره تشنه را اگر یک کاسه آب میدادی، اجر و پاداشتی همین عملی نیک، خصلت نیکت را حتما امروز در این محشرگاه، در این روز سختی که انسان بر یک ثواب کوچک نیاز دارد، حتما خواهی یافت. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه گفتند یا رسول الله ان امی ماتت افاتصدق عنها. یا رسول الله،
مادرم از دنیا گذشت، آیا شریعت برای من اجازت میدهد که من از تن مادرم یگان صدقه نمایم تا که اجر و پاداشتش در نامه اعمال مادرم نوشته شود؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند نعم. قلت فأی صدقه افضل؟ قال سقی الماء. رسول الله گفتند که بله ای سعد، صدقه بنما و بهترین صدقه این است که یک انسان تشنه که احتیاج بر آبی تو دارد، بر شکسته شدن تشنگی تو دارد، یک کاسه آب برای او پیشنهاد کن، یا یک خلدینی که در یک مسجد بگذار، پر از آب او را بگذار، یا در راه بگذار، یا یک چاه بکن تا که مردم از او استفاده کنند. و بهترین صدقه جاریه برای مادرت ای سعد این است. بندگان خداوند، مقصد از بیان این خصلت‌های زیبای اسلامی چیست؟ مقصد این است که ما و شما اگر پیروان الله و پیامبر، دوستان پیامبر و آن کسانی که در درب صحابه می رویم، اگر ما و شما این خصلت‌ها رو از خود نماییم، نه تنها صدها بلکه هزارها انسان از ما و شما عبرت میگیرند و هزارها غیر مسلمان با این اخلاق زیبا در اسلامی بزرگ می درآیند. دعا کنیم که پروردگار متعال گذشتگان ما و شما را زیر رحمتش قرار بدهد و فردوس اعلی را نصیب اونها بگرداند. الله ذوالجلال پیروی از پیامبر و عمل کردن از این حدیث زیبای قدسی را برای هر یکی ما و شما نصیب بفرماید برحمتک یا ارحم الراحمین. الله أكبر الله أكبر.